درود به مخلصان عزیز، به هواداران گوشتین ملی. علاقه سلسله چاربینی ها برای سزاوار تجلیل گرفتن روز جوانان در مناطق کشور آغاز گردید. در ناحیه خاولین نیز یک چاربینی با شکوه گوشتین ملی برگزار شد. همه ورزشگران، مربیان، استادان صاحب تجربه گوشتین ملی در این چاربینی با شکوه شرکت ورزیدند. سرداور مسابقات رؤوف حکومتوف، استاد ورزش درجه بین المللی، مربیان صاحب تجربه دیگر مناطق ولایت کلاب از قبیل سعید رجبوف، جمشید قادیروف، قربان داوودوف، اسلام الدین خال، عبدالمجید خالوف، رستم عبدالرحیموف و همچنین سفر عبدالعلیموف در رقابت‌های ورزشگران البته خالصانه حکمی خواهند کرد. در ابتدا دو موسفید نورانی، دو فرد که بیشتر ملکه، استعداد و هنر جالب سابق خود را نشان میدهند و بعدا به نورسان و کودکان توصیه میدهند که اینجا رقابت را آغاز کنند. بابای حسن را همگان در میدان با شکوهی گوشتین ملی خاولین خیلی خوب میدانند و محض انا همین موسفید نورانی با یک زیبایی و شهامت و جالبیت گوشتین ملی ببینید که تنتنه ایدی با شکوه گوشتین ملی را در ورزشگاه مرکزی ناحیه خاولین زینت دیگر بخشید. بعد این البته کودکان و نورسان به میدان خواهند آمد و آن چهره‌هایی که واقعا هم یکی از آنها سوده بهرالله که حالا هم یک لحظه جالب را با ثمر استفاده کرد و اولین غلبه خود را هم سودیس بهرالله به دست آورد. پهلوانان نورسی دیگر را حالا مشاهده میکنیم که در میدان رقابت را اینجا آغاز میکنند و جالبترین و حساسترین لحظه هایی که البته دست پروران مکتبی ورزشی ناحیه خاولین حالا در میدان نشان میدهند و اکنون از یک دور به دور دیگر باز همین چهره ها و پهلوانان امیدبخش به میدان میبرایند. و واقعا کمیته تدارکات امروز هم مقامات محلی، حاکمیت دولتی و اینجا هم باز صاحبکاران انفرادی ناحیه خاولین برای عملی کردن تدبیرهای سری وقتی رشد همه‌جانبه گوشتین ملی در ناحیه های دوردست علاوه در ناحیه خاولین کمر همت بستند که اینجا هم باز هنری نصرت الله بابا نظرف، این تشبسکار و ظفر سفرف، ناظم پرتایف، ظفرخان زبیدوف، بهرالله طالبوف، پرویز حبیبوف را و همچنین دلشاد شعرف را قید کردن به مورد است. از یک مرحله به مرحله دیگر چهره های لیاقتمند وارد میدان میگردند و اینجا هم باز سفر عبدالعلیموف داور مرکز اشاره میکند که در رفتی رقابت پهلوانان اینجا هم باز اشتباه صادر نگردد و اولین پرتافت پهلوان خلعت سفید داشته از ناحیه خاولین اسفندیار بابا جان، پدر این پهلوان هم خیلی یک شهرتیار بود در سالهای 1997 تا 2004 و علی‌خصوص با علیشر باقیف که بابا جان یک هنرنمایی جالب هم کرده بود و در لوح خاطرات مخلصان گوشتین ملی همیشه این مظفریت و این سبقت خیلی باقی مانده است. و دیگر پهلوانانی که باری دیگر هم با جریان رقابت انفرادی وزنهای مختلف اساس گذاشتند و اینجا هم اکنون باز پهلوانی که چون معرفیش کردیم یک غلبه به دست آورد و در دور دوم به ناکامی شکست خورد. جمشید میرزا نظر از ناحیه خاولین دست بالا گردید و بعدا هم مخلصانش سیر شمار هواداران گوشتین ملی واقعا در ناحیه خاولین هم زیاد بودند و شاهرخ این خلعت سفید داشت پهلوان ناحیه تیمور ملک حالا به میدان برآمد. البته رسم و آیین گوشتین سنتی خیلی خاص به همان مردم کوهستان است که این عنعنه ها بیشتر در تنتنه های نوروز و در مسابقه های گوشتین ملی چی در جشن های ملی و دولتی بیشتر رعایت می‌گردد.
شاهرخ قامتی بلند دارد، اما حریفش اینجا هم از استعداد این پهلوانی امید بخش ناحیه تیمورملک واقف است و اینجا هم خودداری میکند، عقب نشینی میکند که در گشتین ملی این هم باعث اعتراف مخلصان نیست. و صابیرامو سفر و این ورزشگر بانوی ناحیه خاولنگ، این بانویی که اکنون در سال سپری گردیده، چی در ناحیه وسه، چی در شهر کولاب و همچنین در شهر سابق قرغان تپه که حالا باختر است، خیلی و خیلی استعداد جالب خود را در تنتنه های نوروز نشان داد و حالا با یک از دست پروران مکتب ورزشی ناحیه خاولنگ رقابت نکند. این پرتافتی که از جانب دلشاد کمربند سرخ داشته انجام داده شد، البته به تخت پوش نیست و ببینید که چگونه اصولهای خود دفاع را، یک ترتیبی که در عملی کردن همون اصول سریکیج برای رفع کردن همین حالت مشکل برای صابیره خیلی مساعدت میکرد، این رو هم خوب و با مورد موصوف استفاده کرد و از این حالت رها یافت. سعید رجبوف داوری مرکز حالا اشاره به صابیرامو میکند که البته در جریان رقابت امروزه حلوک داخله را یا ترتیبی که دیگر باشد اینجا هم صابیرامو اعتراض میکند که بگذار باز هم قوازمایی ادامه یابد، اما این گزارش که از تنظیم است رقابت این دو نفر هم خیلی طولانی صورت گرفت که غالب معین نگردید در گشتین ملی. بعد طول کشیدن وقت و معین نگردیدن غالب، اینجا هم داور و مخلصان هم حق دارند که اعتراض حتی بیان کنند و نظری پهلوانان هم به اینوبت گرفته می شود جهت مساوی خاتمه دادن سبقت آنها. اینها باید رعایت گردند. سفر عبدالعلیموف قبلا در میدان های باشکوه ولایت ختلان هنرش را در تنتنه های نوروز بهتر و جالبتر نشان میداد، امروز هم به حیث داور است و اکنون باز هم اگر باز پهلوان پیدا گردد و او را دعوت سازد و شاید که سفر هم در میدان امروزه ناحیه خاولنگ به میدان آید. سفر عبدالعلیموف داوری مرکز و اکنون شاهرخی که چون معرفیش کردیم و اینجا ستار پهلوان ناحیه خاولنگ، حالا همین نفری که حریف شاهرخ است و نه چندان قامت بلند دارد اما خیلی با جرأت و با غیرتانه با ورزشگرانی که وزنشان گران هست قوه میسنجند. این مسابقه نیز میان هر دو خیلی طول کشید، حتی در 15 17 20 دقیقه وقتی سپری گردیده غالب معین نشد و همون یک لحظه یک فرصتی رو که هر دو هم مبارزه بردن ما از تنظیم منظور شما میکنیم. ما این پهلوان ناحیه شمس‌الدین شاهین این مراتبه با خلعت سفید است. بهرام از شهر کولاب پهلوان خلعت کبو داشته در رقابت اولین خیش حالا هم تلاش ورزیدند و چون مبارزه ها که طولانی سپری میگردد اینجا هم بیشتر داور باید موظف باشد اشاره کند که با پهلوانان از همان بند و بس و اسلوب های جالب گشتین ملی خوب و با مورد استفاده کنند که طبع دل مخلصان سرشمار گشتین ملی باشد. اگر چنین عامل ها رعایت نگردند اینجا هم باز هم از نظر داوران و از نظر مخلصان هم چنین فرصت ها فارغ نخواهد ماند و محض همین عمل رو هم داور به نوبت گرفت چون وقت طول کشید که هر دو هم نتیجه رو بهتر به دست نآوردند و با نفران دیگر این دو پهلوان رقابت را ادامه خواهند داد طبق عنعنه ها و آیین های گشتین سنتی. مخلصان سرشمار اینجا پزمان به میدان برآمدن پهلوانان دیگرند و این گل دخترک خیلی زیبای ناحیه واسه را مخلصان و بینندگان همیشه گشتین ملی تلویزیون ورزش خوب میدانند که مدینه نام دارد و امسال هم خیلی استعدادش جالب بود. مدینه رو یک عمل رو مدینه انجام داد و این حالتی که خیلی مخلصان به خاطر استعداد جالب مدینه از جماعت دهات کدوچی ناحیه واسه کفکوبی کردند و حالا مدینه هم باز تلاش می‌ورزد که استعداد فوق‌العاده خود را جالب‌تر نشان دهد. ببینید که حریفش از مکتب ورزشی ناحیه خاولنگ است، حتی قامت بلند دارد، به این نگاه نکرده مدینه بسیار با جرأت با غیرتانه تلاش می‌ورزد. در میان بانوان یگانه گل دختری که در ناحیه خاولنگ 5 غلبه به دست آورد
و مکافات ارزنده را هم صاحب گردید. حالا البته با فرصتی عمل آمده مدینه بانو، داور سعید رجبوف امتیاز ارزنده حلال را بهاگذاری کرد و مدینه صاحب غلبه اولین در مسابقه کشاد جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین ملی در ناحیه خاولین گردید. و اکنون در گلیم دیگر اینجا هم باز پهلوانان دیگر را ما مشاهده میکنیم که البته از دیگر ناحیه های دوردستی منطقه کلوب با این مسابقات چون تشریف آوردن و برخی از آنها هم الکی به میدان برآمدند. بسیار یک پرتافت جالب پهلوان ناحیه شمس‌الدین شاهین اینجا هم نتیجه بخش نبود، هرچند که کوشش و تلاش های خلعت سفید داشته تا اندازه بهتر به نظر رسید، اما حریف این ورزشگر از ناحیه بلجوان مرتضی نام دارد و باز هم بیشتر این یک عمل مهردین طالب هم ثمر نمی آورد و قوازمایی همانا ادامه خواهد یافت. رمضان از خوالینگ، بله تشکر. چون به این مرحله نظر می‌افکنیم البته باید که پهلوانان مهردین را میباید که چون با همان یک تاکتیکی که حالا پیشه کرده است دستی حریف را کمربند را دقیق داشته است، میتواند که اصول دیگر یک سری سیوجی رو هم اینجا بهتر یا خوب استفاده کند، اما این ترتیب قریب که عکس عمل خاتمه یابد و مبارزه این دو پهلوان هم بدون نتیجه دلخواه سامان یافت و مهردین و حریفی او اینجا نتوانستند که دست بالا گردند. تعداد مخلصان و شماره هواداران گوشتین ملی واقعا هم در ناحیه‌های دوردستی ولایت ختلان خیلی زیادند. مدینه بانو بار دیگر به میدان آمد و از همان سرچشمه معتمدی که امروز دست پروران مکتب ورزشی ناحیه خاولینگ خواستند که از این خوب استفاده کنند، یعنی در مقابل با مدینه از ناحیه واسه ظفر یابند و مدینه هم الکی از عهده کاری خود با سر بلندی برآمد. پرتافتی دویومین مدینه خیلی هم جالب و حلال است و اکنون تحفه نوبتی را هم مدینه بانو در این تنتنه جشن گوشتین ملی ناحیه خاولینگ به دست می آورد. اکنون توجه میکنیم بعد دیگر پهلوانان. حیدر این از جماعت دهاتی شگنوبی ناحیه خاولینگ است و بهرام میکنه و که معرفیش کردیم پهلوانی شهر کلوب. هر دو هم خلعت کبود دارن و هر دو هم با یک لباسی به میدان اومدن که اینجا هم مخلصان فرق کردن این دو پهلوان رو تا اندازه یک کوششی حیدر پهلوان ناحیه خاولینگ خیلی بهتر بود، اما اینجا بهرام هم ماهرانه از این حالت رها یافت. بهرام در چمپیونات مملکت در گوشتین ملی، گوشتین جودو و همچنین سامبو جایزه دار به حساب می رود. حیدر پهلوانی امیدبخش 22 ساله ناحیه خاولینگ البته در میدان های با شکوه گوشتین ملی نو قدم های قوی می نهد. سال سپری گردیده این ورزشگر در یک چند میدان های گوشتین ناحیه واسه همچنین شهر کلوب شکست خورده بود، اما این سال استعدادش خیلی فرق کننده است. این رو هم در سبقت‌های قبلی ما مشاهده کردیم و دیدار اولینه که اینجا سامان میدهد. باز هم یک عمل جالب تره که پهلو سفر عبدالعلیمov داوری مرکز اشاره میکند به پهلوانی ناحیه خاولینگ که پرتافتش پهلو است که البته اینجا پهلو در گوشتین ملی این نتیجه دلخواه نیست که دست پهلوان را بردارند. اگر در مسابقه های رسمی باشد در چهاربینی های در چمپیونات مملکت این بهترین امتیاز بود که الکی حیدر صاحب شد. رقابت جالب خیلی دیدنی تا به همون مرحله با موفقانه سامان یافتن است. یک چقریم دیگر، یک قدم دیگر هم باقی مانده است که هم بهرام و هم حیدر امکاناتی بهتر دارند، اما حیدر فکر میکنم که دو پرتافتی که البته با پهلو بود خیلی باز هم کسبیت و هنر این پهلوان رو بار دیگر نشان داد. اما اینجا هم باز چون وقت بیان کردیم که خیلی طول کشید، هر دو هم البته با ریزوگی یکدیگر میدان رو ترک کردن و با نفران دیگر رقابت خواهند کرد. چون فرصت است که باز دو چهره
دیگر رو به شما معرفی سازیم. جامی حسن، استاد ورزش درجه بین المللی، برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در بلغارستان، پهلوانی که کمربند کبود خلعتش کبود و در وزن تا 57 کیلو شهرت سامبوی تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداشته است. حریفش از ناحیه بلجوان، این عملی که خیلی هم جالبتر از حسن جامی حسن، چون بیان کردیم که تجربه غنی دارد و امروز ببینید که در مقابل با این استاد ورزش درجه بین المللی از ناحیه بلجوان و همچنین از ناحیه تیمور ملک، از خود خوالینگ و از ناحیه مومین آباد، از همدانی و همچنین شمس‌الدین شاهین و از شهر کولوب، از ناحیه واسه همدانی فرخار حتی و اکثری پهلوانانی که معرفی شدن امروز هم نوابسته از تجربه غنی حریفان خود به میدان برآمدن و حتی به جایزه داران چمپیون جهان، چمپیونات جهان خوب رقابت دارند. جامی حسن تحت راهبری یکی از مربیان ورزیده مملکت صدرالدین عابدوف تمرین میکند. صدرالدین که واقعا شاگردش را در عرصه جهانی شهرتیار کرد، بهروز خواجه‌زاده ماست. اکنون ترتیبی پرتافتی جامی حسن خیلی هم عالی، حتی زانویش به زمین نافتید که در گشتین سامبو هم بزرگترین دست آورد و در گشتین ملی این هم بدون مبالغه خود سعید رجبوف از همان حالت حساس دست خود را برداشت و تصدیق کرد که جامی حسن پرتافتش بدون مبالغه به تخت پوشت است. و چون بیان کردیم که تحت راهبری صدرالدین عابدوف تمرین میکند، یگانه مربی که بعد از 42 سال همون رویداد و بزرگترین دستاورد سید مؤمن رحیموف را تکرار کرد. به این موضوع البته برمیگردیم وقتی که جامی حسن باری دیگر به میدان می آید. شماره مخلصان و هواداران گشتین ملی چون بیان کردیم که در این گشتین ناحیه خوالین خیلی زیاد بود، امروز هم اگر ما توجه کنیم به یک کمک و دستگیری خودی صاحبکاران محله ترسانزاده که این مسابقات را در ناحیه خوالین تشکیل کردند، خیلی جالب و شایسته تحسین هم هست. و اگر نصرت الله بابا نظرف، ظفر سفرف، نسیم پرتایف، ظفرخان زبیدوف، بهرالله طالبوف الخصوص، پرویز حبیب اللهیف و دلشاد شیراف، آن افرادی که در یک فرصت کوتاه برای چون سزاوار تجلیل گرفتن جشنی در پیش ساده عید جوانان این کار را سامان دادند و بهترین پهلوانان را جمع آوردند. ستار و حکیم، دو چهره که یکی از ناحیه خوالین، ستار و پهلوان ناحیه رودکی خلعت کبود دارد. حکیم هم در مسابقه های زیادی، چاربینی های زیادی عمومی ورزشی گشتین ملی رقابت را جالبتر میکند و امروز هم بختش آمد نکرد و در ناحیه خوالین رقابت اول را با ستار مساوی سامان داد. موین همانا با خلعت سفید در میدان باقی میماند. در گلیم دیگر رقابت داشت و بعد آن که اکنون نتیجه رقابت اولش با موفقانه نبود، با نفر دیگر از روی آیین و رسم و عنعنه های گشتین ملی به میدان برآمد و این حریفی از ناحیه بلجوان است که حالا هم تلاش و مبارزه موین 17 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین خیلی بهتر به نظر می رسد. اما در رفت این سبقت اگر همین زور آزمایی نتیجه بخش نباشد، طول کشد، داور هم مجبور است که رقابت رو البته قطع کند و آنها را توصیه دهد که با نفران دیگر در میدان قوه سنجند. محبت به گشتین ملی به ورزش های سنتی خیلی زیاد است، علل خصوص در ناحیه های دوردست، در ناحیه های کوهستان و محض در ناحیه خوالین که اینجا هم مکان همان چهره های ارزنده و پهلوانان شهرتیار به حساب می روند. شیرعلی، رؤوف، خورشید، حکومتوف ها برادران، هر سه استادان ورزش درجه بین المللی و این سه نفر چهره معروف شناخته و باز ده ها تن پهلوانان شهرتیار را این دیار زیبا منظر به همیشه سبزی ناحیه کوهستانی خوالین به کمال رسانیده است و محض همین محبت بود که این افراد ورزش دوست محله ترسانزاده یک چاره‌بینی با شکوه را در اینجا تشکیل کردند. تنها یک
120 نفر خوجگی محله ترسونزاده ناحیه خوالنگ کمر همت بستند و برای تشکیل کردن این چوربینی باشگاه سهم گذاری کردند که این مسابقه هم با شهامت خیلی خاصه برگزار گردید. با تخت پوش است بدون مبالغه موین پهلوانی خلعت سفید داشته. اینجا هم جای دیگر بحث و گفتگو نیست و پهلوانی ناحیه بلجوان در این جریان توانست که از اشتباهی حریفش خوب استفاده کند، عکس عمل را خیلی سری وقت بیاد. توجه میکنیم باریدگر به همین فرصتی به عمل آمده، چرا که دست راست رو آزاد میگذارد. برادری عزیز موین در گوشتین میدید چون این عمل ها رایج نیستند. البته برابری همین حالت همین فرصتی که الکی در حالت ناگوارید. البته نبودن تجربه اشتباهی که چون صادر میگردد از مربیان تقاضا میکند که به این سمت بیشتر مراغ ظاهر کنند. بعد آنه که ایرج پهلوانی ناحیه فرخار به میدان برآمد و طلب کرد که من با سفر عبدالعلیموف به میدان خواهم برآمد و در گشتین ملی این انعنه هم خیلی رایج است. سفر که خود داور بود مجبور شد که طلب پهلوان ناحیه فرخار را رد نکند. البته حق رد کردن هم ندارد. این دو پهلوان قبلا در دو میدانی تنطنه نوروز امسال در منطقه کلاب قوه سنجیدند. با همان آزار و نگرانی های زیاد در قلب ایرج باقی ماند و باز به ناحیه خوالنگ آمد و طلب نمود که سفر عبدالعلیموف به میدان آید. بسیار هم امروز همان چهره های خیلی شهرتیار گوشتین منطقه کلاب در میدان ناحیه خوالنگ بهتر به نظر رسیدند. ایرج باباجان این دو برادره که در ناحیه فرخار خیلی محبوبیت گوشتین ملی را تلقین میکنند و سفر عبدالعلیموف در ناحیه خوالنگ و پهلوانان 10 شهر و ناحیه های منطقه کلاب و یک دسته خوردکک از ناحیه رودکی در این مسابقات شرکت ورزیدند و پهلوانی محبوب ناحیه ونج باز رحمی خدا شریپوف هم در این مسابقات شرکت داشتند. البته بعد چند لحظه باز فرصت هست که آنها رو هم به شما معرفی سازیم. سفر و ایرج، سفر خلعت سرخ دارد، یادآور میشویم که نوکک داوری داشت و بعد اعتراض ایرج موصوف به میدان آمد و طلب ایرج را رد کرده نتوانست. هر دو تجربه خوب دارند، اما اینجا هم باز یک علت دیگر یعنی کم تمرین نمودن سفر عبدالعلیموف به نظر می رسد. سفری که عین زمان به تربیه نسل نورس و جوان مشغول است و در مکتب ورزشی ناحیه خوالنگ هم تمرین میکند و هم باز شاگردان را هم مشق میدهد. یک کوششی که اینجا سامان داد اکنون با موفقانه خاتمه نیافت. بسیار دستگیری مخلصان، فضای جالب و زیبای ایدی گوشتین ملی در ورزشگاه ناحیه خوالنگ انعکاس میشد، خیلی زیبا. و اکنون باز دو پهلوان دیگر شریف حاتم ورزشکاری قامت بلند داشته و حریفش اینجا هم باز چون بیان کردیم که حیدر از جماعت دهات شگنوی ناحیه خوالنگ هر دو به میدان برآمدند. باری دیگر هم حیدر یک عمل جالبش را میتوانست که با موفقانه انجام دهد. شریف اینجا هم گاه باز هم به خطاگیر راه داد. اگر چنین بیان کنیم که این عمل البته به تخت پشت نیست، یگان اشتباه هم نیست، من فکر بکنم این حالت رو ما در فرصت تکراری میتوانیم که عمیق اثبات سازیم. در ابتدا هم اینجا هم راوی میدان اشاره کردن که یک کتفی پهلوان در زمین است. داور این رو هم تصدیق کرد. به توجه میکنیم حالا هم که بینندگان همیشه تلویزیونی ورزش هم داوری برحقن و باز هم اکنون کتف با تخت پشت در اینجا و چون سرداور اینجا هم فکرش رو تصدیق کرد و بعدا اینجا هم شریف حاتم پهلوانی که قامت بلند دارد اعتراض بیان کرد، اما کسی به دادش نرسید. واقعا چون این هم بود یک کتفی پهلوانی قامت بلند در زمین بود و این هم الکی باز گاه نگرانی و ناامیدی پهلوانان را به میان خواهد آورد. داور باید خالصانه، عادلانه، عارفانه و بی‌غرضانه اینجا باید حکم میکند. و بار دیگر اکنون مهریدین طالب پهلوان خلعت سفید داشته
این از ناحیه شمس‌الدین شاهین. آی 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 نسیم قادیروف چگونه عمل را سامان داده. بیاید بار دیگر توجه میکنیم. آها، یک ترتیب جالب و با تخت پشت. اکنون مهریدین طالب افتید. موصوف اینجا هم دیگر اعتراض ندارد، در حقیقت باید چنین هم باشد. و نسیم بر دور منبر راحت گرفت و جامی در گلیم دیگر هم موفق شد و بعدا برمیگردیم که البته غالب این گلیم با گلیم دیگر رقابت را از روی عنعنه و رسم و آیین‌های گشتین سنتی ادامه خواهد داد. حیدر و ایرج به میدان برآمدند بعد آنی که سفر و باز یک کوششی پهلوان ناحیه خاولین ثمر می آورد. حیدر در مقابل با ایرج، حالا که داخله و ایرج بسیار یک اصول جالب را خواست که حریف را به سمت چپ هوا دهد، اما چی باید کرد؟ ایرج برادر عزیز واقعا هم پرتافت حیدر حلال است. این را نه تنها مربی، نه تنها داور، نه تنها مخلصان، بلکه بینندگان همیشه تلویزیون ورزش که گوشتین ملی را دوست می‌دارند، من اطمینان دارم که تصدیق میکنند. با میدان باز دو پهلوان دیگر دعوت شد. اینها البته ستار ورزشگری خلعت سفید داشته و ظاهرشاه پهلوان خلعت سرخ داشته از ناحیه بلجوان میباشند. ستار پهلوان میزبان، هنرنمایش را نوکک مشاهده کردیم. وزنش نسبت به ظاهرشاه خیلی کمتر است، اما در گوشتین ملی این مهم نیست. وزن 60 اگر خواهش داشته باشد میتواند با وزن 100 کیلو هم رقابت کند و وقت هم بدون محدودیت است و گاه عملهایی که خیلی کشال میابند. ظاهرشاه اصول سر کتف یک طرز ایده که خیلی هم برای جالب خاتمه دادنش کمر همت بست. اکنون اینجا هم یک توقف بود من فکر میکنم، چون خود افتید و بعدا ترتیبی را که در گوشتین ملی رایج نیست، وقتی زانو اورنج یا یکی از عضو بدن انسان به زمین میافتد دیگر عملهای اضافه در گوشتین ملی غیر قاعده. اکنون این را هم به صلاحیت خود داوران وامی گذاریم. ظاهرشاه در این دور ظفر یافت و ستار ناکام شد و باز مهریدین طالب پهلوان ناحیه شمس‌الدین شاهین با خلعت سفید به میدان می آید. سفر که در این دیدار هم یک مساوی داشت، حالا حقوق دارد که باز رقابت را با این پهلوانی خلعت سفید داشته ادامه دهد. سفر در مقابل با ایرج ظفر یافتن نتوانست، بعدا ایرج با حیدر زور آزمایی کرد در گلیم دیگر و سفر باشد البته در دور بعدی حریف خود را پیدا کرد که حالا با مهریدین زور آزمایی دارد. واقعا یک گروه ورزش دوست، یک افرادی که امروز خیلی توجه ظاهر کردند برای برگزاری این مسابقات، البته محله ترسونزاده ناحیه خاولین 120 خواجگی در مجموع همان نفرانی که موظف شدند و این کار را تشکیل کردند، البته برای سزاوار تجلیل گرفتن روز جوانان که 23 می همه ساله با شهامت و برگزاری مسابقه های زیادی ورزشی و فرهنگی برگزار کرده می شوند. و بار دیگر هم در اینجا سفر چون کوششی رو دفعتا این حالت رو اگر ما ببینیم، سفر چگونه حتی از جای از بر نمیخیزد، همین حالت رو باز هم حریف رو با تخت پشت در زمین نگاه می‌دارد تا به همون فرصت و حالتی که داور این عمل او را تصدیق کند. یعنی حلال است دستش را داور برداشت و مهریدین طالب اینجا هم اظهار نگرانی دارد از این عمل انجام داده حریفش. به توجه میکنیم بریگر اصولی سر کتف با کناری راست نشان داد، با سمت چپ عمل کرد، کتف افتید و بعدا تلاش را که اینجا هم تا اندازه البته نزدیکتر هست به همون عملهای جالب گوشتین ملی ما. با تخت پشت افتیدن پهلوان ناحیه شمس‌الدین شاهین از کم تجربگیش درک میدهد در مقابل با سفر عبدالعلیموف. اکنون باز نفران دیگر را معرفی میکنیم. حیدر 4 غلبه به دست آورد و با امین جان نسیم از شهر کولاب اندر میدان رقابت میگردند.
аминҷони насим камарбанди сафед дорад. ҳайдар паҳлавони ноҳияи ховалин камарбанди сиёҳ. 2, 3, 4 ғалабае ки ба даст овард. албатта ҳамаи онҳоро мо натавонистем ки манзури шумо кунем, аммо дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолатҳои ҷолиб ва фурсатҳои созгору хеле шоиставу арзанда ки мо дар тӯли 3 соат дар майдони ноҳияи ховалин мушоҳида кардем. ҳам кӯдакон, ҳам наврасон, ҳам бонувон, ҷавонони бароманд ҳам зӯрозмоӣ карданд ки ин ҳам шоистаи таҳсину ифтихор аст. ва маҳз ҳамон мӯйсафеди нуроние ки бо як рақси ҷолибаш ва бо ҳамон зебогии гӯштини миллӣ мусобиқаро оғоз бахшид ва баъдан Судайси Баҳрулло аз ҳама варзишгари кӯчаки ҳамин майдон ки 5 сол дошт ва бори дигар аминҷони Насим исбот сохт ки ин паҳлавони умедбахши Кӯлобшаҳр истеъдодаш ҳам фавқулода аст. дар як лаҳзаи ҷолиб ҳайдарро таслим кард. ҳайдар ҳам худ иқрор мешавад ки истеъдоду ҳунараш нисбат ба аминҷони Насим хеле кам аст. аминҷон омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ, тактикаи ҷолиби гӯштини миллиро хеле хуб медонад ва аз як ҳолати мусоид сари вақт истифода кард. акнун барои шоҳҷоиза мукофоти олии мусобиқот 2 паҳлавон ба майдон омаданд. инҳо Насим Қодиров ва Ҷомии Ҳасан мебошанд. ҳар ду паҳлавони маҳбуби минтақаи Кӯлоб дар гӯштини ноҳияи ховалин бештар сабқат карданд. ҳунари Ҷомии Ҳасанро мо мушоҳида кардем ва дар бораш ҳарф задем ки хеле ҳам истеъдоди фавқулодаи мусобиқаҳои байналмилалиро дорад ва таҳти роҳбарии Садриддин Обидов устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин мекунад. Садриддине ки дар таърихи самбои меҳан баъд аз 42 сол як таҳаввулотро ба вуҷуд овард ва Саид Момин Раҳимов соли 1975 унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овард ва баъдан соли 42 сол баъди ин дастоварди Саид Момин Раҳимов бори дигар шогирди Садриддин Обидов Беҳрӯзи Хоҷазода барои парафшонии парчами давлат ва ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ талош кард ки ба ин натиҷаи арзандаи ҷаҳонӣ сазовор гардид. Ҷомии Ҳасан ҳам аз зумраи ҳамон паҳлавононест ки таҳти роҳбарии мураббии соҳиб таҷрибааш пайваста тамрин мекунад ва истеъдоди фавқулода низ дорад. бисёр моҳирона, ҳатто дилпуррона амал мекунад ва инҷо ҳам як ҳунари паҳлавони умедбахши ноҳияи ховалин аминҷони Ҳисайнро ҳам қайд кардан бо маврид аст ки дар марҳилаи аввал маҳз дар ҳамин майдон бо 5 нафар ҳарифи худ дастболо шуд ки албатта бо сабабҳои техникӣ мо аз паҳлавонон маъзарат мехоҳем ки албатта инҷо интизор мешаванд ки тавассути телевизиони варзиш ҷараёни рақобатҳои онҳоро мо нишон медиҳем ва имкониятҳои техникӣ ба мо ҳам даст намедиҳад ки якбора дар 5 қисмати майдон ки рақобатҳо сурат мегиранд мо онҳоро пурра манзури мухлисон созем. ва Ҷомии Ҳасану ҳарифаш Насим Қодиров муборизаро идома медиҳанд. ҳамин фурсате ки беш аз албатта ним соат рақобати ин ду паҳлавон барои шоҳҷоиза тӯлонӣ идома ёфт. инҷо ҳам фурсатест бори дигар ҳам Ҷомии Ҳасан усули сари китфро беҳтар истифода кунад. мухлисон теъдодашон албатта беш аз 7000 нафарро дар бар мегирифт. албатта бо як садо, бо як ишора, бо як ҳамон баёне ки албатта касе фаҳмаду донад ки дар куҷо чорабинии гӯштини миллӣ баргузор мегардад ҳатман ҳозир мешавад. яъне бештар маҳбубияти ҳамин навъи гӯштин хеле ва хеле рушд меёбад дар тамоми манотиқи кишвар ва алахусус дар минтақаи Кӯлоб дар ноҳияҳои дурдастён. яке аз ин ноҳияҳо ноҳияи ховалин ва инҷо ҳам боз бори дигар паҳлавонон ҳарчанд чун вақтро инҷо кашол доданд, ҳам Насим Қодиров ҳам Ҷомии Ҳасан
برای به دست آوردن مکافات شاه جایزه. اما اینجا باز هم مسئولین داوران اشاره دارند که وقت رو کشال ندهید. البته این دو پهلوان باز هم میتوانند که خیلی و خیلی زیاد مبارزه برند. جالبیت رو در سبقت هر دو پهلوان برای به تخت پشت افشانیدن یکی از اینها ما ندیدیم. هم نسیم و هم جامی حسن که مبارزه بردن نتیجه بخش نبود سبقتشون. از این خاطر هر دو هم از میدان بیرون شدن، یعنی با نفران دیگر طبق آیین و رسم و عنعنه های گوشتین ملی سبقت خواهند کرد. و اکنون امین جان نسیم بعد غلبه اولینش حقوق ادامه راه مبارزه را در این مسابقه کشادی ناحیه خوالینگ پیدا کرد. و درباره رحم خدا شریپوف بیان کردیم که این پهلوان کمربندی کبود داشته از ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که مهمان مردم ناحیه خوالینگ بود. در میدان با شکوه گوشتین ملی ناحیه مذکور و برای سزاوار تجلیل گرفتن جشن روز جوانان البته چاره‌بینی های زیادی ورزشی از قبیل گوشتین ملی در مناطق کشور دایر خواهند شد. فستیوال البته باز ورزش های یک حربه شرقی، مسابقه های دیگر، سلسله چاره‌بینی های زیادی ورزشی در تمام مناطق مملکت البته راه اندازی می‌گردند. امین جان نسیم، رحم خدا شریپوف. امین جان کمربند سفید دارد، پهلوان گران وزن کلاب شهر. حالا امکان دارد که البته با ترتیب دیگر، اما حریفش هم بسیار دستی راستی امین جان نسیم را خیلی کوتاه داشته است و از کمربند هم عین مدعا داشته است. و اما دستی چپی امین جان نسیم در این مورد باید که البته از بالا اگر به کمربند حریف توجه کند یا ترتیب دیگری که خیلی خاص به همون استفاده اصول های جالب گوشتین ملی است. اما چون این نیست، وقت هم طول میکشد و چون بیان کردیم که اینجا هم اگر پهلوانان نتیجه سبقت رو سری وقت نشان ندهند یا 20 یا 30 دقیقه در میدان که رقابت کنند، داوران هم مجبورند که با این سمت هم بیشتر اعتبار دهند و تنظیم رو هم رعایت کنند و بعدا اندیشه هر دو رو هم جهت مساوی خاتمه دادن رقابتشان به اینوبت گیرند. همین طور هم باید باشد. یکی البته در اینجا میخواهد که رقابت مساوی انجام یابد و دیگر برعکس، یعنی مقابل این سخن. اینجا داوران هم باید فکر هر دو رو به اینوبت گیرند. سعید رجبوف، جمشید قادروف، قربان داوودوف، اسلام‌الدین خال، عبدالمجید خالوف، رستم عبدالرحیموف و سفر عبدالعلیموف. داورانی که البته حکمی کردند طول بیش از 3 ساعت. اینجا هم امین جان نسیم و رحم خدا شریپوف قوازمایشان نتیجه بخش نیست. داور هم به خلاصه عمیق خواهد آمد. فکر میکنم در اینجا رایان رؤوف حکومتوف باید البته سر این مسئله اندیشه خود رو زود بیان سازند و احمد اودینایف یاوری سرداوری مسابقات امروزه. رؤوف حکومتوف که خودزاده همین دیاری همیشه سبز خوالینگ است و در مسابقه کشادی ناحیه خوالینگ به حیث سرداور اینجا دعوت شده بود و در میدان هم یک نظام و ترتیب کاری امروزه داوران خیلی طبعی دل بود. و سودایسی بهرالله، این چهره که خیلی برای همگان پسند بود، بعد موی سفید 78 ساله موصوف سوداید بهرالله به میدان آمد که یک پرتافت خیلی هم جالبش، حتی کودک 5-6 ساله امروز هم بسیار یک محبت و رغبت به گوشتین سنتی دارد که حتی ببینید با همون عملهای کودکانه خود خیلی جالبیت رو در میدان نشان داد. و همچنین امین جان حسین وصفش کردیم که یکی از آن پهلوانان امید بخشی که با 6 غلبه خود توانست که در میان خود نورسان تا سن 17 ساله این مسابقات مقام اول را به دست آورد. و البته چون در گلیم دیگر بود که این چهره را نتوانستیم به شما معرفی کنیم و چون این
ورزشکاران لیاقتمند در ناحیه خاورین خیلی زیادند. اکنون داور مجبور می شود که هر دو را دعوت سازد، مشورت نماید. بله، هم رحمی خدا و هم امین جان البته اینجا با مشورت یکدیگر قوازمایی را ادامه نمیدهند، از یکدیگر جدا می شوند و در گلیم دیگر میدان می توانند که زورآزمایی را ادامه دهند. اما اینجا چون وقت خاتمه می یابد، رقابت رحمی خدا و امین جان نسیم را ما دوباره به شما با نفران دیگر نمی توانیم که منظور سازیم. و اکنون دو چهره را حالا به شما معرفی میکنیم. برای شاه جایزه مکافات عالی автомашинаи сабукрав рақобат мекунанд. ҷумъахон Назриев аз шаҳри Кӯлоб, паҳлавони сафедпӯш, ҳатто камарбандаш ҳам сафед аст. Одил Сафаров камарбанди сиёҳ дорад, паҳлавони вазни 100 килои ноҳияи Ховалинг. дар мусобиқаҳои зиёд ҳарду ҳам ширкат варзиданд. инҷо ҳам Саид Раҷабов, мураббии мактаби варзишии ноҳияи Ховалинг, ба паҳлавонон албатта ишора мекунад ки ҳарду ҳам соҳиб таҷрибаед, холисона дар майдон рақобат кунед бидуни муболиғаву гуфтугӯ. танҳо ҳамон тахтапушти ҳариф вақте ба замин меафтад соҳиби шоҳҷоиза, мукофоти арзандаи ин мусобиқоти ноҳияи Ховалинг хоҳад шуд. Одил Сафаров инҷо ҳам талош мекунад дар радифи амалҳои ҷолибаш. Баҳодур Сафаров бародари ӯ дар баргузории ин мусобиқот хизматаш ҳам хеле арзанда аст ва имрӯз ҳам сокинони маҳаллаи Турсунзодаи ноҳияи Ховалинг бо роҳбарии Баҳодур Сафаров ва чанд афроди дигаре ки муаррифиашон кардем дар баргузории ин мусобиқоти кушоди ноҳияи Ховалинг саҳмашон ҳам беназир буд ва маҳз ташаббускориҳои онҳо паҳлавонони дигари манотиқи Кӯлобро ба ноҳияи Ховалинг овард. Одил Сафаров ҳоло талош меварзад ки як фурсати хубро ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ ба миён оварад. ҷумъахон Назриев ҳам албатта аз иштирок дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ва дохилию хориҷии кишвар таҷрибааш ғанӣ аст. Одил Сафаров ҳамчунин дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон ки дар ноҳияи Рашт навакак баргузор гардид, ба дарёфти мақоми аввал медали тилло шарафёб шуд ва дар аксари мусобиқаҳо ва берун аз Тоҷикистон ҳам дар мусобиқаҳои гран-при се маротиба ҳам нерӯ санҷидааст. паҳлавони умедбахше ки албатта 24 сол дорад, инҷо ҳам боз муборизаро метавонад ки идома диҳад. ҷумъахон Назриев ҳам интизор мешавад ки албатта паҳлавони мезбон чӣ амалро метавонад ҳадафи истифодаи худ қарор диҳад. пои чапи паҳлавони шаҳри Кӯлоб каме осеб дида буд дар мусобиқоти кушоди ноҳияи Темурмалик баъд аз рақобаташ бо Юсуф аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. ба ҳоло ҳамин иллат ҳам гоҳ-гоҳ дар амали паҳлавон ба назар мерасад ки кам ҳуҷум карда истодааст ва бештар ба ҳамон дифоъ таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Одил бошад баръакс дар майдони худ музаффарият барояш муҳиму муфид аст, чунки мухлисонаш ҳам хеле зиёданд. умедворем ки ин чеҳра албатта дар оянда дар гӯштини самбо ва ҳамчунин гӯштини миллӣ ва ҳам ҷудои кишвар ҳам натиҷаи беҳтарро соҳиб мегардад, чунки аз диду нигоҳи Ризқиддин Раҷабов ки ӯро тамрин медиҳад, албатта ояндаи наздик бо ҳамон тамринҳои на мавсимӣ балки доимияш метавонад ки ҳамин гуфтаҳоро собит созад. Одил Сафаров ана ҳамин чеҳрае ки боз коргардон манзури мо карданд. ҷумъахон Назриев инҳо бо ҷуръатона бо ғайратона бояд мубориза баранд ки сабқа ҷолиб сурат гирад, аммо албатта инҷо ҳам дасти якдигарро медоранд, гиребон камарбанди якдигарро, амалҳояшон камтар ба назар мерасад. пайваста албатта доир кардани чунин чорабиниҳо албатта аз манфиат холӣ нест. ман фикр мекунам барои наврасони оянда, барои паҳлавононе ки нав дар арсаи мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ қадам мениҳанд хеле муфиду созгор аст. Одил Сафаров муборизаро боз ҳам инҷо ҷолибтар месозад.
البته باز یک فرصتی که چون به همان سمت بیان کردیم که همین علت خیلی خوب مشاهده می شود. یعنی مشکلی که دارد حالا پهلوان شهر کلوب نمیتواند حمله کند، حلوق نماید، اصول لو را باز هدف استفاده خود قرار دهد. توجه میکنیم با وقتی باقی مانده ای که حالا هر دو هم مبارزه رو باید هم از این هم جانبتر سازند. عادل قامتش بلند است و وزنش هم تو اندازه فرق کننده باشد. باید استعدادش هم در میدان امروزه فرق کننده باشد نسبت به جمعخان نظریف. و بهترین پهلوانانی که هم امین جان حسین، نسیم قادرов، جامی حسن و جمعخان نظریف، حیدر، بهرام، عادل سفرف و چند تن از پهلوانان دیگر ناحیه های بلجوان و تیمور ملیک در میدان گشتین ناحیه خاولین خیلی خوب هنرنمایی کردند. و بهادر سفرف البته امروز هم یک گروه مکمل رو وابسته به همین موضوع با آماده کردن همین چورابینی چون سفربر کردند و واقعا هم در سمت عملی کردن همون تبلیغ سری وقتی گشتین ملی خیلی سهمی ارزنده هم گذاشتند. پرتافتی عادل سفر پهلوانی ناحیه خاولین به تخت پشت است و اینجا هم بیشتر اکنون همه مخلصان حاتم را مخلصان و هواداران گشتین ملی ناحیه خاولین خیلی بهتر میدونند. ظفر سفرف را و همچنین بهرالله طالبوف را. بار دیگر این حالت را به توجه میکنیم به هم یک عملی را که چون انجام داد به تخت پوش بود و عادل سفرف صاحب شاه جایزه مکافات عالی گردید و غلبه او را ما تبریک میگوییم. برای توجه شما بینندگان و دوستان عزیز سپاس و تشکر میگوییم که این فرصت ما را همراهی کردین و شاه جایزه نصیب پهلوان ناحیه خاولین شد.